اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. مسئولین وزارت دفاع ملی در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند در یک سال گذشته به شمول تانک‌های زرهی و هلیکوپتر نزدیک به 50,000 وسایط را ترمیم کرده است. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در نشست مردمی در ولایت ارزگان گفت امارت اسلامی افغانستان را به سمت ترقی و پیشرفت سوق داده است. آقای حقانی اطمینان داد که در بخش‌های صحت، آموزش، بازسازی شاهراه‌ها و ایجاد بندها در ارزگان توجه خاص می شود. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء می گوید افغانستان نزدیکترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت و انتقال انرژی میان آسیای مرکزی و جنوبی است. محکمه می گوید محاکم ولایت بغلان در سال 1401 هجری شمسی علاوه بر حل و فصل 4612 قضیه 4371 وثایق مختلف را نیز اجرا نموده است. مسئولین وزارت معارف در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند 100,000 بست جدید برای مدارس، دارالحفاظها و دارالعلومها منظور شده و مراحل عملی استخدام این بستها نیز آغاز شده است. مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند در یک سال گذشته 90 نصاب درسی پوهنځی‌های مختلف را تجدید نظر و تکمیل نموده است. رئیس عمومی شرکت دولتی افغان تور می گوید در سال 1401 هجری شمسی حدود 2700 گردشگر خارجی برای سیاحت به افغانستان آمده اند. شاروالی کابل می گوید کار ساخت سرک ارتباطی بادامباغ الی باغ بالا آغاز شده است.